حکایت امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. پادشاهی دو غلام می خرد. یکی از آن دو زیبا رخسار و دلپذیر است و آن دیگری زشت روی و کثیف. پادشاه غلام زیباروی را راهی گرمابه می کند و با رفیق او به گفتگو می نشیند. برای امتحان شخصیت و وضعیت روحی او می گوید: این غلام که رخساره‌ای زیبا و اندامی موزون و کلامی شیوا و شیرین دارد، از تو بدیها می گوید. تو را خیانتکار و نامرد وصف می کند. بگو ببینم نظر تو چیست؟ غلام زشت رو می گوید: رفیق من مردی راستگو و درست کردار است و من تا به حال سخن یاوه‌ای از او نشنیدم. و آنگاه اوصاف بسیاری از کمالات رفیق خود را بر می شمارد. شاه می گوید: اینقدر از او تعریف مکن و اینک شمه‌ای هم از حال خود واگو. غلام دوباره می گوید: بله، با اینکه رفیق من بسیار مهربان و هوشیار و جوانمرد و دادگر است، ولی یک عیب بزرگ دارد و آن این است که او اصلاً خودبین و متکبر نیست، بلکه همواره عیب خود را می جوید و در پی عیب جویی دیگری بر نمی آید. شاه که وضع را چنین می بیند می گوید: بس کن، اینقدر با زیرکی به بهانه او خود را ستایش مکن. من رفیقت را نیز امتحان می کنم و رسوایی به بار می آورد و تو از تعاریف خود شرمگین خواهی شد. غلام همچنان بر حرفهای خود پافشاری می کند و از رفیق خود به نیکی یاد می کند. غلام زیبارو از گرمابه بر می گردد و شاه رفیق او را در پی کاری می فرستد تا شخصیت او را نیز مورد آزمایش قرار دهد. شاه می گوید: تو بس زیبارویی و کلامی دلنشین و زیبا داری، ولی ای کاش آن معایبی که رفیق تو برای من باز گفت در تو نبود. حال غلام دگرگون می شود و به شاه می گوید: شمه ای از این حرفها واگو. شاه می گوید: رفیق تو معتقد است که تو فردی درو و ریاکاری. غلام همین که این کلام را می شنود سخت خشمگین می شود و کف بر لب می آورد و تند باد ناسزا و دشنام را متوجه رفیق خود می کند. شاه تاب نمی آورد و دست بر دهان غلام می گذارد و می گوید: دیگر بس است. من با این امتحان شخصیت و وضعیت روحی شما را شناختم. درست است که جسم او گندناک است، ولی در عوض فکر و ذهن تو پلید و متعفن است. از این رو او برای همیشه سرپرست و امیر تو خواهد بود. و اما مقصود از حکایت مذکور این است که زیبایی امری است درونی نه بیرونی و این اصل از مبادی زیباشناسی مولانا در مثنوی معنوی است. با آرزوی این که از این حکایت نهایت بهره و استفاده را ببرید.